خب برنامه چیه داداش؟ برنامه دیگه ما باید یه برنامه شاد مجردی ترتمیز این یکی دو روز برای خودمون داشته باشیم. من میگم آقا یه کاری میکنیم، میریم گرگان بار که زدیم قله میکنیم به سمت تهران، یک شام عیونی میزنیم بر بدن، شام که زدیم میریم آب گرم لاریجان یه استخون نرم میکنیم، یه تنی با آب میدیم، یه کیفی میکنیم، از اون میرسیم تهران صبح یه کلمش میزنیم قله پوچه، صبحونه رو که زدیم میریم آقا بار خالی میکنیم، بعد میریم یه سینما یه فیلم اکشنی تماشا میکنیم، نهار دیزی میریم فرزاد دیزی رو که زدیم یه چرتی میزنیم، میریم استادیوم یه فوتبال خوب تماشا میکنیم. چطوره؟ شهر بازی فراموش کردی؟ شهر بازی مسخره میکنی منه؟ آقا جان پول داری شما؟ من تو پول نداری؟ نه. یعنی چی؟